به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان. در این جلسه درسی که هست حل فرم های کنکور 1401 را با همدیگر بحث میکنیم. خب سوال اول گفته که اگر زید مساوی با x جمع y آی باشد، در نتیجه مقدار زید جمع 6 آی مساوی با چند است؟ طول وکتور زید جمع 6 آی مساوی با چند است؟ خب اول ما زید جمع 6 آی دریافت میکنیم. زید جمع 6 آی در واقع مساوی هست با همی جمع 6 آی. x جمع y آی ای در واقع چی است؟ زید است جمع 6 آی. خب مساوی با چند میشه؟ x باشه خودش جمع از اینها یک آی فاکتور میگیریم، چی میمونه؟ y جمع 6 میمونه. درست است؟ y جمع 6. در نتیجه z جمع 6 آی مقدارش مساوی با چند شد؟ x جمع y جمع 6 آی. این قسمت حقیقی عدد مختلط، این قسمت موهومی. حالا اگر از ما و شما z جمع 6 آی در واقع طول وکتوری را خواسته باشه، شما میفهمین که طول وکتوری یک عدد مختلط مساوی است با قسمت حقیقی مربع جمع قسمت موهومی مربع تحت جذر. یعنی ساده تر اگر بگم z مساوی با a جمع b آی اگر داشته باشیم، در واقع طول وکتوری عدد مختلط میشه جذر a مربع جمع b مربع. پس در این قسمت چی میشه؟ جذر قسمت حقیقی مربع x مربع جمع قسمت موهومی مربع y جمع 6 کل مربع. درست است؟ خب طول وکتوری عدد مختلط x مربع جمع y جمع 6 کل مربع. گزینه چندم درست است؟ گزینه دوم درست است. سوال دوم، انتگرال ساین 7x دیفرانسیل x چی میشه؟ خب ما این گونه یک فرمول داشتیم. انتگرال ساین mx دیفرانسیل x مساوی میشه با منفع 1 بر m کوساین mx مثبت c. پس در اینجا چی میشه؟ منفی انتگرال ای تابع منفع 1 بر چند؟ 1 بر 7. درست است؟ کوساین 7x مثبت c. انتگرال ساین 7x دیفرانسیل x مساوی میشه منفی 1 بر 7 کوساین 7x مثبت c و گزینه دوم درست است. خب سوال چهارم داریم که اگر معادله هایپرابولا به صورت x مربع بر 16 منفی y مربع بر 4 مساوی با 1 باشد، در نتیجه انیل مرکزیت چند است؟ خب شما میفهمین انیل مرکزیت مساوی است با c بر a. درست است؟ ابتدا ما c و a را دریافت کنیم. خب در اینجا داریم که a در واقع اگر همچین حالتی داشته باشه، حالت کلی معادلش این گونه داریم: x مربع بر a مربع منفع y مربع بر b مربع مساوی با 1. درست است؟ پس در نتیجه قیمت a مربع مساوی با 16 a مساوی با 4 میشه، b مربع مساوی با 4 b مساوی با 2 میشه. درست است؟ خب اندازه c را دریافت میکنیم. در هایپرابولا رابطه بین ABC این گونه است: c مربع مساوی است با a مربع جمع b مربع. درست است؟ پس در نتیجه c مربع مساوی است با a مربع 16 جمع b مربع 4. خلاصه c مربع مساوی با 20. c مساوی با چند میشه؟ جذر 20. درست است؟ این از قیمت c. حالا قیمت c رو در اینجا می نویسیم. به جای c چند بنویسیم؟ جذر 20. به جای a چند بنویسیم؟ قیمت a هست 4 جذر 20 بر 4. البته ساده تر کرده جذر 20 به جای جذر 20 می نویسیم 4 ضرب در 5 تقسیم در 4.
جذر 4 را بیرون میکنیم چند میشه؟ 2 بیرون میشه. درست است؟ 2 را با این اختصار هم میکنیم. خلاصه چی میمونه؟ جذر 5 بر 2 میمونه. جذر 4 2 میشه، 2 با این 4 اختصار شوه 2 میمونه. جذر 5 بر 2 و گزینه سوم درست است. سوال پنجم. محیط مثلث متساوی الاضلاع 104 سانتی متر است. محیط 104 سانتی متر. ارتفاع مثلث را تعیین کنین. خب شما میفهمین که مثلث متساوی الاضلاع هر سه ضلعش مساوی است. اگر ضلعش ما A بگیم، محیطش همون سه طرفش میشه 3A. 3A مساوی با 104. ما دنبال ضلع هستیم به خاطر که ارتفاع را پیدا کنیم نیاز به ضلع داریم. اطراف تقسیمی 3 و قیمت A یک ضلع مثلث چند میشه؟ 104 بر 3 میشه. درست است؟ حالا ارتفاع. برای ارتفاع ما چگونه یک رابطه داشتیم؟ ارتفاع مساوی است با جذر 3 بر 2 ضرب در A. مساوی است جذر 3 بر 2 ضرب در به جای A قیمتش می نویسیم 104 بر 3. ساده تر می کنیم. 104 ضرب در جذر 3 104 جذر 3 و 2 ضرب در 3 چند میشه؟ 6. درست است؟ خب همچین شرایط نداریم و یک کار دیگه میکنیم. به جای 104 می نویسیم خب 52 ضرب در 2 چون 104 میشه. درست است؟ بعد دو را داخل جذر میبریم. 52 دو که داخل جذر برن باید اول مربع شوند بعد داخل جذر برن. به توان درجه جذر باید بالا برده شوند. 2 مربع داخل میرن. مخرج خودش 52 خودش 2 مربع 4 4 ضرب در 3 12 تقسیم در 6. 52 جذر 12 بر 6 گزینه دوم درست است. گزینه دوم. بعضی اوقات هست عزیزان با اینکه شما جواب را دریافت میکنین ولی باز هم او جواب در 4 جواب وجود نداره. امکان داره معادل او وجود داشته باشه. از این نمونه مثال در کنکور خیلی زیاد هست. جزئیاتش به یاد داشته باشین. ارتفاع از این رابطه محاسبه میشه. دیگر اندازه مساحت مساوی جذر 3 بر 4 A مربع هست. اندازه شعاع دایره محیطی جذر 3 بر 3A هست. شعاع دایره محاطی جذر 3 بر 6A. این روابط که مربوط به مثلث متساوی الاضلاع میشه به یاد داشته باشه. سوال ششم. موقعیت نقطه P ساین به توان 77 50 بر 19 کوساین 27 بر 13. موقعیت این نقطه چی میشه؟ خب شما کافی است تشخیص بدین که در واقع علامه های همین ها چند میشه. لازم نیست مقدارش را دریافت کنیم. کافی است علامه‌اش بفهمیم. یادتان باشه اگر واحد ذکر نکرده باشه پس واحدش رادیان است. خب 50 تقسیم در 19 حدودا نزدیک به 2.5 رادیان میشه. خب نزدیک به 2.5 رادیان. 27 تقسیم در 13 از 2 رادیان یک مقدار بیشتر است و همچنان یک رادیان حدوداً 57 درجه هست. تقریباً 57 درجه است. خب خلاصه شما پای تقسیم در 3.14 کنین قیمت پای 180 درجه تقسیم 3.14 کنین میفهمین که چند میشه. بعد همچین چیزی است شما اگر 2.5 را ضرب در 57 کنین شما میفهمین که یک زاویه تشکیل میشه که در ناحیه دوم است. یک زاویه تشکیل میشه که در ناحیه دوم مثلثاتی است. در ناحیه دوم ساین علامه‌اش چی است؟ مثبت است. خب این علامه را فهمیدیم. 27 بر 13 تقریبا 2 اشاری خیلی کمی میشه. اگر 2 را شما با 57 ضرب کنین حدوداً 114 همچین چیزی میشه. خلاصه در ناحیه دوم مثلثاتی میشه. در ناحیه دوم کوساین منفی است. مثبت منفی.
ما همچین یک نقطه داریم. خب در سیستم کمیات وضعیه شما اگر توجه کرده باشید ناحیه چهارم که است xش مثبت است وایش چی است؟ منفی است. پس این نقطه در ناحیه چندم قرار داره؟ در ناحیه چهارم قرار داره. گزینه اول درست است. گزینه اول. سوال هفتم. لیمیتی که x به سوی منفی لایه ناحیه تقرب کنه 3x به توان 279 جمع 4x بر 23 x به توان 218 منفی 45 x مساوی با چند میشه؟ خب بیره شما اگر تقرب دهین لایه ناحیه بر لایه ناحیه میشه و برای لایه ناحیه بر لایه ناحیه روش کانکوری شما سه حالت دارین. بزرگترین توان در کجا است؟ در صورت است، در مخرج است. اگر توجه کنید 279 بزرگ است و در صورت است. زمانی که بزرگترین توان در صورت باشه جوابش لایه ناحیه میشه و در اینجا منفی است. منفی به توان طاقم منفی میشه. در نتیجه جوابش چی میشه؟ منفی لایه ناحیه و گزینه سوم درست است. سوال نهم. fx مساوی با 6x به توان 20 و مشتق 19 تابع را نظر به x خواستند. ما یک رابطه داریم اگر داشته باشیم y مساوی با ax به توان n و در نتیجه مشتق پیو را خواسته باشیم. مثلا تابع درجه 20 است و مشتق 19 میشه خواسته باشیم. از این رابطه به دست می آید a ضرب در n فاکتوریال بر n منفع p فاکتوریال ضرب در x به توان n منفع p. پس در اینجا مشتق 19 مساوی میشه با a 6 n فاکتوریال 20 فاکتوریال ضرب در n منفی p 20 منفی 19 درست است فاکتوریال چون ما مشتق مرتبه 19 میشه میخوایم دیگر ضرب در x به توان 20 منفع 19. خب 20 منفی 19 یک میشه. یک فاکتوریال هم که یک میشه. خلاصه جواب نهایی چی میشه؟ 6 ضرب در 20 فاکتوریال این مخرج یک میشه نمی نویسیم. x به توان 20 منفی 19 که جوابش چند میشه؟ یک میشه و در نتیجه گزینه اول درست است. گزینه اول. خب سوال دهم. ارگاه زید مساوی با x جمع y i یک عدد مختلط باشه در نتیجه طول وکتوری عدد مختلط پیدا کنین. خب این حالت را ما میاییم اول در واقع زید منفی 2 را دریافت میکنیم. عدد مختلط منفی 2 مساوی میشه عدد مختلط چی است؟ x جمع y i منفی 2. بعد یک مقداری معیاری تر می نویسیم. درست است؟ اول قسمت حقیقی را می نویسیم. دوم قسمت موهومی x منفی 2 این قسمت حقیقی باشه جمع y i قسمت موهومی باشه. حالا طول وکتوری عدد مختلط اگر شما بخواین اگر شما داشته باشین زید مساوی با a جمع bi طول وکتوری عدد مختلط این گونه یک رابطه داره جذر a مربع جمع b مربع. درست است؟ پس در اینجا چی گونه میشه؟ طول وکتوری عدد مختلط مساوی است با جذر قسمت حقیقی مربع جمع قسمت موهومی مربع که y هست y مربع. این میشه طول وکتوری عدد مختلط و در نتیجه گزینه سوم درست است. گزینه سوم. خب سوال 11. توابع لوگاریتمی کدام محور را قطع نمی کند؟ شما اگر داشته باشین y مساوی با لوگاریتم x حالا با قاعده a گراف اینها عموما این حالت را دارن. خب این حالت را و این گراف تابع y مساوی با لوگاریتم x به قاعده است. هیچ وقت محور y را قطع نمی کند. اگر همچین عددی باشه اولا اگر جمع یک عدد تغییرات یافته باشه خب انتقال یافته ای تابع میشه ولی در هر صورت تابع لوگاریتمی محور y را قطع نمی کنه. گزینه
سوم. سوال 12 گفته که ناحیه تعریف تابع ثابت کدام یک از گزینه‌های ذیل است؟ ناحیه تعریف تابع ثابت تمام اعداد یقی است. ناحیه تعریفش تمام اعداد یقی است و ناحیه قیمتش در واقع خودش است. خب عزیزان، بحث ما و شما به پایان میرسد. تا جلسه بعدی، خدایار نگهدار.